پس با ما باشید که از شور و هیجان امروز منده مزار شریف برای شما یک برنامه خیلی جانانه و متزور میگیریم. بله بله این قرار خانه ببریم. یک آغوش بتون یک آغوش. تماشا میکنید. اگر سابسکرایب نکردین خیر است، یک زنگوله رو خون فشار بدین، یک سابسکرایب هم بکنید. سودا نزدیکی دست خاطر از او، چون یک دانه اینجا دمی دست مردم میره خاطر از این غلطگانا ما را بگیل کرده. خب امروز دلار 270 بود، امروز 71.50 پیسه است. این روز حتی 69 بود. خلاص دیگه تفاوت دلار در روپیه است. ترخم که باشه قیمت ان میاد 40 روپیه 40 50 روپیه، یعنی 50 روپیه تفاوت داره. دوستوی دانه است نام خدا، پشت سر هم است، رنگ هم است. همین زیبایی منده مزار شریف نمی وطندار ما کشیده. به به. ولی این سبز هم داره و مثل کلاه کرزه است، مهتاب. کلاه کرزه مهتاب. عجب ناما داره. این کلاه کرزه است. این کلاه کرزه است. پیاز کمی قیمت شده بود، 350 افغانی یک سیر کاچالو و یک سیر پیاز شده. اول 320 افغانی میشد. اینجا میخریم برای افطاری برای مردم میتونیم. برای افطاری. باز اینا را کی پلاستیک میگیره کش میکنه. خودش هم تو ما میخریم پلاستیک دیگه. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 27 هوت است و 17مین روز ماه مبارک رمضان و هفته مارچ که من حیات الله ساغزی در خدمت شما هستم. جا داره یک تشکری بکنم از وطندارای عزیز ما که تازه با ما پیوسته. امیل از که شما چینل ما را تماشا میکنید. اگر سابسکرایب نکردین خیر است، یک زنگوله رو خون فشار بدین، یک سابسکرایب هم بکنید. کسایی که با ما تازه پیوسته یک تشکری ازش پیششان بکنم که جواد فیضی چند روز میشه که برای ما کامنت ارائه میکند و مراد ترکمن این ازاد تازه با ما پیوسته و کامنت ارائه میکنند. از شما یک تشکری ویژه میکنیم. از عباس فیضی هم یک تشکری ویژه میکنیم. از فهیم جرات، از حیا نورزی و از یکی از دوستای ما به نام صبور عطایی گفت کامنت ما را بخونید، ما کامنتش هم میخونیم. سلام احترامات رضاق‌های محترم، امید که صحت و سلامت و عافیت کامل داشته باشید. روزه و عبادتتان قبول حق باشد. من یکی از تماشاچیان برنامه‌تان از کشور جرمنی هستم و همیشه با دوست خوب ممتاز احمدی که اصلا از کابل می باشد هر برنامه‌تان را بدون تأخیر تماشا میکنیم. یک خواهش داشتیم اگر وقت کردید یک روز یک برنامه به کوچه مارمول سرکنه و خصوصا کوچه بلاکسه ستاره، کوچه حوزه اول دکان جان آقا نیز یک برنامه جور کنید، ممنون میشویم. مسیج بنده را نیز به خانش بگیرید و یک سلام خاص من و ممتاز جان شوقی را نیز پذیرا شوید. بسیار زیاد تشکر. خانه آباد، سلامت باشین. و از بیبی کریمه وافی یک معذرت خواهی میکنیم. همین ماه مبارک رمضان من خیلی زیاد اشتباه کرده رئیسم، من را ببخشید. تخلصش وافی بودم، ما وفایی میگفتم. من معذرت میخوایم بیبی جان، پوزیشن ما را بپذیرید. در بک‌گراند میبینید که چوک منجوی مزار شریف است. این که چقدر ازدحام و بیروبار داره و دیگه همکار ماشاءالله براتون به تصویر میکشه. اما ما از پل باقی مانده کریم رحمانی امروز باز بر یک نفر مواد خوراکی میگیریم. این نفر کی خواهد بود این دیگه خدا میداند. و از اسدالله غنیزاده هم تشکری میکنیم برای یک مرد معیوب که ما دیروز از همه پل کریم رحمانی برش مواد خوراکی گرفته بودیم. 7500 افغانی برای ما ارسال کرده. حالا در جستجویش هستم که او را پیدا بکنم. در کد برق است. بعضی دوستا را گفتیم که شمارش برای ما در اختیار ما بوده. ان شاءالله پل غنیزاده صاحب هم برای او تسلیم میکنم. پس با ما باشید که از شور و هیجان امروز منده مزار شریف برای شما یک برنامه خیلی جانانه و متزور میگیریم. با ما باشید.
مشاهدای عزیز، ما در سرای مدیر قیم هستیم، یکی از مشهورترین سرای در مزار شریف. شما از برنامه ما خبر دارین، ما مواد خوراکی میگیریم، بخیر خیرات داریم. باز یک بوبر گرفتیم، کرایه برشان میتیم، صبح بوبر هم دعوت میکنیم. شما را ان شاء الله باز فردا بخیر در خیرات دعوت میکنیم. خب پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم، قیمت های مواد خوراکی را از پیششون پرسان میکنیم. دلار هم یک دفعه پایین میره، یک دفعه بالا میره. نه ما خبر داریم از مواد خوراکی، از قیمتاش. اینا با 100% خبر دارم، به خاطر که دکاندار هستن. سلام علیکم. سلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت. شب و روز بخیر میگذره؟ تشکر. خانه باش، سلامت باشین. نامتون؟ نصیر احمد. نصیر احمد جان، چطور هستین؟ برای ماه مبارک رمضان. شکر، سلامت میگذره. بخیر باشین، سلامت باشین. در سرای مدیر قیم دکان دارین؟ بله. چند سال میشه این دکان دارین؟ تقریبا یک 10-15 سال میشه. 10-15 سال. بله. ماشاءالله، سبحان الله. برای ما یک ذره مواد خوراکی کار است. باش بفرمایید. بیل خدا دارین. شما ولتون رو بگیرین، قلمتون رو بگیرین. ما میگیم شما فقط نوشته کرده بریم. باز همینجا جمع میکنم، باز حساب میکنم. بفرمایید. آرد بچه شب چند است؟ آرد بچه ها برای شما که خیرات دارین، شما به ثواب شریک شویم، 12 صدقه کنید. سلامت. یک بوجی. آرد یک بوجی. بله. دیگه؟ روغن 5 لیتر چند است؟ 5 لیتر 5 صدقه کنید. 500؟ بله. ما دیروز 490 خریدیم مثلا. خب امروز دلار دیروز 70 بود، امروز 71 50 پیسه است. دیروز حتی 69 بود. خلاص دیگه. تفاوت دلار در روپیه است. صحیح. روغن یک دونه؟ بله، یک دونه. یک بشکه. برنج وطنی چند است؟ وطنی خوبش داریم 350 افغانی برای حساب. هم شله هم پلاو. یک سیر بگیریم. برنج یک سیر. لوبیا دیگه 110 است. بله. آوره میفهمید. کیلو لوبیا بگیریم. لوبیا نه خود ما کلان دانه سکیم. با وطنیش 90 روپیه تا شکندی است. این 100 روپیه است. نه 90 روپیه گیرم، من برای کل مردم خریدم. بازگو نقص میکنید. چند کیلو کار است؟ نه چی ندارین و دیگه چی ندارین؟ خازم بدم خیر براتون. چند کیلو از 2 کیلو؟ 2 کیلو از این کلان دانه است مقصد خود. آه که نه در نقص شما متو روادار نیستین. نه خیر باشه، برو خیرات است. سلامت. چای متوسط 250 است، نیم کیلوش 125 است. خوش. چای سبز نیم کیلو؟ نیم کیلو. دیگه؟ ماکارونی چند است؟ ماکارونی 220 روپیه 5 کیلوگرم داره وزنش. بله. یک خلطه؟ کیلویی 60؟ آه. کیلوش چند است؟ کیلو 60 افغانی. 60 بله. هر کدامش 60 افغانی است؟ کلش یک رقم است، میلش فرق میکنه. خب از هر کدامش 1 کیلو 3 کیلو بگیریم. خوش. ماکارون هم 3 کیلو. 3 کیلو بگیریم. شکر 55 است؟ شکر 37 دلار 71.50 تقسیم 50. 55. 2 کیلو شکر بگیریم. شکر هم 2 کیلو. و آش بردگی 25 است؟ بله. نیست یا است؟ نیست. بله. خب 4 دانه از بگیریم. آش هم 4. و مایز افشی که 100 افغانی است داریم؟ بیارد ریکابر. خب یک دانه از بگیریم. مایه یک دانه. بله. مایه آمد نمک هم 40 افغانی است. نمک 100 شما قیمت تر است. یک پاکت بگیرم؟ 40 روپیه. یک پاکت. روب 100 افغانی. بله. داریم نی؟ نوراس؟ نوراس نداریم، دیگه روب داریم براتون خوبش هست. خب. خوش. این روبی که اعلانات هم داره. درست. و لوبیا سفید چند است؟ لوبیا سفید 110 روپیه است. اون 110. بله. خب سایز باشه. شما خیلی را که حساب کنید. خوش.
3200 جلو 3200 بله درست. یم 3000 تشکر 300 شما برام پیسه شما ندارین مایده؟ خب مایده بکنیم بیدارش مایده که بیدار صحیح مشکل نیست برو میده ما میریم که یک ذره کچالو پیاز بگیرم شما مطابق هم بیجک این صدار آماده کنید صحیح بسیار زیاد تشکر سلامت باشید بخیر خداحافظ چپا نکنی دستم زرنج میبرم که از زرنج این روز نو بیشتر داد خون بود کرد خون کرد آیت خون رفت حال تو خیلی خون داره که خون کنه این کم عمق دوستم کرد اما هم رفت روزه هستی یک بچه 3 ماه دارم خب یک دختر 7 ساله دارم یک دختر 3 ساله دارم یک کوچ من در رمضان قضا کرد خدا اونجاش جنت داشته باشن چند نفر نان خور داری؟ از جان 7 نفر نان خورد خب نه حساب کردی 3 تا شد ولی باز 7 تا شد 5 چند تا میشه یک دختر 7 ساله آها یک دختر 7 ساله یک دختر 3 ساله 2 تا یک بچه 3 ماه 3 تا یک زن 4 تا 2 زن زن قضا کرد دیگه یکش قضا کرد دیگه شاست 2 تا داشتی ها زنی کلان اولاد نست قضا کرد ما 5 نفر هستیم که خود 5 نفر بچه کلان هم ندارن که خدا کار کنن راستی که از ذات خدا که 3 ماه بچه داریم فقط از سن قوس شد در 3 ماه بچه داری؟ شکت والا چند ساله هستی؟ سال خانه نمیدانم اولاد نداشتم زنی خانه کجا است؟ خانه چشم شفا رواز زمینه دولتی تای کوشت خب از کجا هستین خود؟ از اصول چنتو از این تذکره دارم دیگه تذکره داری؟ ها کوی البته خب بس بعضی های تذکره نداره خودت این دمی سن پیری تذکره داری کنم دیگه خانه چقدر دور است؟ خانه سوی موتورای ما اینا موتورت از کجا میره؟ من روان میره خود اول چشم شفا میگه سر شورگات که میره خب چشم شفا شب خانه میری یا دمی شهر هستی؟ نه شب استوقاش ندارم شب که هست 2 ساعت بیت میگه موتورای ما 70 فهم میبرن ام موتورای شورگات من سلفا میبره بعد دولا میره همیشه در شهر من پول نون یک 2 سال پول نون و دو ما دینا دو دار با کار کرد این کجا سیر با کار کرد سیر با ها بخدا دینا دار با کار کرد در میز که آمده پیش محمد که دروغ بود دیوان خدا مهربان است همینجا باش ما شما یک جای میریم همینجا باش خب بابا بخیز بابا جان خیر است روزه هم هستیم امروز شما رو به تکلیف ساختیم خدا به پایت شریف که اولاد اینمی پول کرایه تان هستم برای سب صوفه درویش ایری یک وطن ما از خارج پول روان کرده بود با نام کریم رحمانی بود به مردم فقیر مواد خوراکی بگیرین خداوند دیگه نصیب شما ساخته بود بله این قرار خانه ببرید یک آغوش بتین یک آغوش خوش باشته گاله گریه نکنید بله خوش باشته گاله گریه نکنید بریم بخیر بریم بس است دیگه بس پیش بچه‌ها برین بخیر اون کریت هم دادیم بس است خنده کو دیگه بس است برین بخیر برین بخیر هر طرف که میرم آمین با کلیگ ما آمین خداوند اینو یک جان جور بده آمین برین پدر جان بخیر برین سلامت خانم بخیر باشید
عاجزای محترم برای ما بولانی افطاری داد، خانه شان آباد. تشکر میکنم. تنها برای ما نه، شاید برای کل مردم باشه. نمیفهم که چند صد بولانی است. عاجزای محترم سلام علیکم. و علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستید؟ بخیر صحتمند. خیر خیرت. نامتان؟ نام عبدالرحیم. عاجزای چند سال میشه دکان دارید در مندی؟ همینجا 35 سال میشه است. ای ماشاءالله ماشاءالله. این بولانی رو خانه پخته کردین یا از یک جای میخرین؟ اینجا میخریم بر افطاری بر مردم میتونیم. بر افطاری. باز اینا رو که پلاستیک میگیره کش میکنن. خودش هم تو ما میخریم پلاستیک دیگه دو دانه در یک پلاستیک میارن. دو دانه است؟ دو دانه. ای ماشاءالله. چند روز میشه که این کار شروع کردید؟ ما از اول رمضان تا حالا شروع کردیم. تو هم آخر رمضان است. آخر رمضان. چند سال میشه می کار؟ همین کار 7 سال 6 سال میشه کار میکنم. خداوند قبول بگردونه. حق ما را هم دادین. بسیار زیاد تشکر. خیر تشکر. سلامت. خوش کردتان. خانه آباد. بخیر باشین. بخیر. بیا بیا. سلام خوب یک عکس بگی ماما خو. یک عکس بگی مردم ببینن. خب مردم ببینن بگه که امی غریب کارام هم اینجا است. سودا نزدیکی دست خاطر از او. چون یک دانه اینجا دمی راسته مردم میره خاطر از این غلطگانا ما را بگیل کرده. دولت ما خواهشانه می غلطگانا را گم کنه. گم کنه؟ بله. خاطر تو تمام غلطگانا را گم کنه. چیزی که از گم کنه دیگه ما را چی میکنه این بگیل کرده ایستی که غال مغال فقط که خودت به خاطر چی هستید اینجا؟ دکانداری خاطر چی میکنی؟ مردم میای سودا بگیره میگیم. تو پیسه پیدا کنی؟ بله. خرج خانه رو بکشی. اونا مجبور است خرج خانه بکشه دیگه. یک پول داره اونا کیسو. یک پول داره زمیندار غلطگار است که هیچ کسی خفت دیگه. امیوال در حال مشهور شدن هستی مقصد. بله؟ امیوال در حال مشهور شدن هستی. مشهور شیم. دقیق نیست. مشهور است؟ شما خودتان شنیدین دیگه ما چیزی نمیگیم. خدا حافظ. بریم بخیر. بیننده عزیز در کوی سیمیان ندیده باشین در منده مزار شرابین ما کوی سیمیان براتون نشون میدیم. یک کوم نیست، دو سه دانه است نام خدا. پشت سر هم است، رنگ هم است. همین زیبایی منده مزار شرابین وطندار ما کشیده. به به. سلام علیکم. چه حال دارید؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت. شب روز بخیر میگذره؟ بخیر باشین. سلام. چطور هستین؟ امروز ماه مبارک رمضان. شکر است میگذره. بخیر. نامتان؟ نام پرویز است برادر. پرویز جان کارخانه دارین فکر میکنم؟ بله کارخانه است برادر. چه قضیه تولید کردید؟ والا دیگه سراسر عید است بخیر دیگه گفتم. چند روز میشه بار کردید اینجا کود کردید؟ یک 3 روز میشه دیگه. 3 روز. بله. چند روز پیش نبود من بله 3 روز میشه. چند نوع سیمیان تولید میکنین در کارخانه؟ این در حدود 13 14 رقم از دیگه نمکوس برنجک است کلای کار. کنش تولیدات خود ما و شماست؟ بله تولید وطن است. ماشاءالله ماشاءالله مبارکتان باشه نام خدا. این حال هیچ نیاز نداریم که ما ایران ازبکستان از جای دیگه آوری کنیم. فقط کل چیز که هست همین تولیدای وطن است. نه سعی طرف شما ارزان هم شاید باشه. نرخش ارزان تر است. چند است؟ این دیگه خانه 100 روپیه میای باشه. و رنگیش مثلا چند است؟ کلش یک نرخ است. این چند است؟ یک نرخ است که هر چیز همه هر چیزی پرسان کنیم یک نرخ است. هر چیزی که باشه کلش یک نرخ 100 روپیه است. 100 افغانی. 100 افغانی بله. هر شی داره یک بای داره. هر شی داره یک بای داره. مردم از کدامش زیاد میخرن؟ زیادتر دیگه این چیز هست که شوقی هست. یکی دلش میبره کی میبره. هر کس چند بجه هستین؟ تا ساعت یگان 12 بجه یک بجه شو است. وطندار اگه میخواین که زمین کو خریداری بکنین وطندار ما تا 12 بجه در خدمتتون است. به خاطر یک صفایی از پاکاری هست. این پاکاری و صفایی که باز میکنیم. شور میخوان ساعت 12 بجه یک بجه شو. هیچ نمیفهمی که روزه چه قسم میکنه؟ هیچ والا نمیفهمی که چه رقمی باشه. بله. والا خیلی خوش شدم که فهمیدم که شما اینجا تولید میکنین. نه کلش تولید خود ما و شما است. اینا میگه شماست. یا میاد. 13 قلم 14 قلم. بله سبزم داره و مثلا کلاه کرزه است مهتاب. کلاه کرزه مهتاب. عجب ناما داره. این کلاه کرزه است؟ این کلاه کرزه است. این شخص بود بنام مهتاب. مهتاب یاد میشه. او را میبره. این مهتاب است. این مهتابش است. کدام نام دیگه هم نداری؟ است. چوبه کم است. این گرد چی است؟ اونو. خشک؟ ای به نام صدف یاد میشه. صدف؟ بله آی صدف. باز بسیار مزه خاص خود داره.
داره باز. یک بچش؟ والا باز آزان اگر یک منتظر یک آزان هستیم. یک ساعت دیگه بگو بیا. فقط یک ساعت نه در یک 40 دقیقه نیم ساعت دیگه آزان. باز بگو هر کدامش بخوایم ازش. هر کدام دیگه فقط. خودت بگو بچش باز. باز دیگه اختیار است خودت هست دیگه. بسیار زیاد تشکر. بخیر سلامت. خانه آباد. بخیر باشید. بینندگان عزیز، پیش یکی از جوانای عزیز ما هستیم در مندوی مزار شریف لیمو میفروشن. نمیفهم که چقدر فروخته، چقدر مانده. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ شب و روز بخیر میگذره؟ شکر بخیر. چطور است امروز روزه؟ والا شکر تیر میشه میگذره دیگه. تشنگی رو بگو. نه نمیفهمی سر در روزه نه گوشنگی را میفهمیم نه تشنگی را. باز اگر مصروف باشی بیخی دیگه. ما بیخی مصروف هستیم در روزگی نمیفهمیم دیگه. نامتون؟ نام حمیدالله تخالیس ما میرزایی. حمیدالله جان لیمو میفروشین؟ بله لیمو. چه خورده بودی لیمو را؟ لیمو را 5 سبد آورده بودیم دیگه. چه یک سبد مونده؟ نه یک نیم سبد مونده. خودتون میرین از اونجا میخرید؟ بله میریم از مارکت میخریم. از اونجا میخرید؟ از مارکت چاوی قرآن شریف میخریم. چند است کیلوش؟ کیلو یگان 100 پس همین روزا ترخم بسته است دیگه. رایاش جنگ است. مالان هم قیمت شده. سالنگ هم چیم بسته چیزا میشه. نه سالنگ نیست. امروز بخیر ترخم هم صبح شاید باز شد به خاطر که مقامات صحبت کرده بودن. ترخم که باز شد پس قیمت ها یک ذره پایین میاد. لیمو فعلا در 100 پس ترخم که باشه قیمت ان میاد 40 روپیه 40 50 روپیه یعنی 50 روپیه تفاوت داره. خانه کجاست؟ خانه شولگر است. شولگر میری یا اینجا اتاق داره؟ چه قسم؟ اینجا اتاق داره. مسافر هستی؟ بله مسافر هستم. چند نفر هستین اتاق؟ اتاق یگان 2 نفر است. 2 نفر؟ 2 نفر. با ساری دیگ میکنین یا چه قسم یا از شار میارین یا قیماق؟ نه شار میاریم. هر ساری. هر ساری. شکتان والا به شکتان. خانه آباد سلامت میمان ما میشید. مقصد او بیک افطاری بولانی یک نفر داد. در خدمتتان است. خیر ببین نمرای ما افطار کن. خانه آباد بخیر باشید. سلامت. بینندگان عزیز، ما از پل باقی مانده کریم رحمانی 3200 افغانی برای میبوبه مواد خوراکی خریدیم. پیاز کمی قیمت شده بود، 350 افغانی یک سیر کاچالو و یک سیر پیاز شد. اول 320 افغانی میشد و 200 افغانی پل نقد کرایه برشان دادیم دیگه. ای که چه قسم خوش شد دیگه و را شما در تصویر دیدین. یعنی جمله 3750 افغانی برای بابا ما از پل کریم رحمانی پیش شما که مانده بود مواد خوراکی خریدیم. یک چند افغانی پول نقد خیلی کمی از 500 پایین مانده. بازورم برای یک نفر شاید نان خشک بخرم یا برای نان خشک یا هر چیز که شد بالاخره خداوند اگر نصیب قسمتش ساخته بود. و پل دیگه پیش شما دیگه خلاص شد. اگر شما هم باز میخواین که در کنار همچون افراد قرار بگیرین ما در خدمتتان هستیم. ما یک وسیله بین شما و کسایی که مستحق هستن دیدین شما هستیم. چون آخرین پل کریم رحمانی بود که ما خوشبختانه به مسئولینشان یا به مستحقین و به فقرا رساندیم. ما هم میریم طرف افطار که خانه میمان آمده. تا فردا که باز ما آیت الله ساخته در خدمتتان قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.